چطوری؟ به کانال خودتون سوفیا عروجی خوش اومدید. امروز قراره بهتون بگم اون 700,000 پروفیل و 1,000,000 توربو رو در همستر چجوری فعال کنین. برای این کار قبل از اینکه ویدیو رو ببینین باید حتما چنل آپارات من رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین. و اگر دارین از طریق یوتیوب این کار رو میکنین و این ویدیو رو میبینین باید حتما چنل منو باز بهش بپیوندین و دکمه سابسکرایب رو بزنید. یه کامنت هم بذارید که حسابتون نپره و زنگوله هم بزنید تا هر وقت من چیز جدیدی گذاشتم مطلع بشید. بریم سراغ آموزش. برای این کار وارد برنامه تلگرامتون میشید. وارد برنامه تلگرامتون که میشید 2 تا همستر میبینیم. حالا شما میتونید 2 تا همستر داشته باشید، ولی برای اونایی که 2 تا همستر ندارن دارم توضیح میدم. ببینید میتونین برین یه همستر نصب کنین فیک و یه همستر نصب کنید اصلی. اینی که تیک آبی کنارش داره اصله و مورد اعتماده، اما اونی که تیک آبی رو نداره اصل نیست و اون توربوی 700,000 پروفیتی اون توربوی 1,000,000 و اون پروفیت 700,000 تایی رو به شما میده و این نیست که در همستر اصلی اینجوری نیست و فقط در همستر فیک این کار انجام میشه و شما میتونین با فعال کردن توربو 1,000,000 حالا پروفیت بگیرید و حالا 700,000 تا پروفیت بگیرید. اینجوری جریان این 2 همستر. حالا وارد برنامه خود همستر اصلی میشیم. واردش که شدیم یه همچین چیزی برای شما میاد. این همستر اصلی هست و اونی که بهتون نشون فیکه. میریم حالا وارد برنامهش میشیم تا مشاهده کنیم از نزدیک تغییراتش با همستر فیک. پلی رو که زدیم وای میسیم تا بیاد. قبلش اگر هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب. وارد همستر که شدیم حالا میتونین برید و حالا در آینده یه ویدیوهایی میذارم که بهتون بگم چجوری بتونین تعداد سکه‌هاتون رو افزایش بدین با چه کارت هایی. حالا وارد ماین که میشیم، قسمت ماین که میشیم میخوایم حالا ببینیم اون 700,000 پروفیت که میگفتن توی همستر اصلی هست. ما توی لگال هرچی میگردیم نیستش، توی این قسمت هم هرچی میگردیم اون همستر اصلی نیست و حتی نو کارت هم که میزنیم باز نداریمش. و اینکه اگر میخوای همستراتون رو باز کنین، اونایی که نیاز به دعوت فرند دارن و حتما برین یک ویدیو دیگه از قبل گذاشتم برین اونو ببینین و بدونین چیکار کنین. حالا این کارا رو که میکنیم میبینین که نیستش و حتی اون 1,000,000 توربو هم به ما نداده. پس نتیجه میگیریم این فرق اصلی با فیکه. این فرق اصلی و فیکه و من بهتون پیشنهاد میکنم اون اصلیه رو نصب کنین و اون فیکه رو نصب نکنین، چون نه اون 700 تا رو بهتون میده و نه اون 1,000,000 توربو رو و وقتتون رو دارین الکی صرف میکنین و اون هیچ منبع معتبری نداره و فقط چند تا از تیمای خود حالا از افراد اومدن این رو ساختن برای اینکه اون 1,000,000 حالا بهتون بدم، وگرنه این نه به چیز کیف پولتون وصل میشه و نه هیچ چیز دیگه. امیدوارم که درباره همستر چیز جدید یاد گرفته باشید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی از سوفیا عروجی.